خیلی‌ها فکر میکنن که یوتیوب دیگه به ایرانیا درآمد نمیده، ولی بیا تو کمتر از 30 ثانیه بهت بگم چطوری درآمد یوتیوب تو فعال کنی. میای صفحه اصلی یوتیوبت، این بالا سمت راست کلیک میکنی، روی یوتیوب استودیو کلیک میکنی، این پایین یه دونه ستینگ وجود داره، روی ستینگ میزنی، گزینه دوم چنل رو انتخاب میکنی، بیسیک اینفو، و از اینجا کشورتو از ایران به ترکیه تغییر میدی و اینو سیو میکنی و وقتی که بری تو تنظیمات درآمدزایی میبینی که اینا همه فعال شده. یوتیوبر شدن خیلی کاری نداره. اگر میخوای به درستی یوتیوبر شی و مسیر رو به صورت صحیح طی کنی، باید یه نفر همراهت باشه. من مینی دوره آموزش یوتیوبمو 0 تا 100 رو به صورت رایگان در اختیارت گذاشتم و تو کانال تلگرامم آپلود کردم. اگر میخوای کلمه تلگرام رو این پایین کامنت بذار و من واسط میفرستم. فقط پیجمو فالو داشته باش تا بتونم تو دایرکتت ارسال کنم.